درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه هر کجایی که هستین، هم حال جسمیتون و هم حال دلتون. اگرچه با این اوضاع و شرایطی که توی ایران هست و این جون‌هایی که از دست رفته واقعا نمیشه که حال دلمون خیلی خوب باشه، ولی به قول دوستی امید آخرین چیزی که از بین میره و هممون امیدواریم به اینکه روزهای بهتری در پیش باشه و حتما هم همینطور هست. کسایی که این کانال رو دنبال میکنن یا اتفاقی ویدیو رو میبینن، پنجشنبه ها من یک ویدیوی مرتبط با ماهیگیری میگذاشتم و دلیل اصلی من واقعا نه درآمد بود، نه چیزی که این کانال اصلا هنوز به اون مرحله نرسیده، ولی دلیلم این بود که اون حال خوب خودم موقع ماهیگیری و اون طبیعت زیبا و محیط رو با شما به اشتراک بگذارم و مخصوصا عزیزان توی ایران که میدونم بالاخره اوضاع سختی داشتن. باش گفتم شاید هفته یا این 10-15 دقیقه شما رو از اون محیط خارج بکنه. به هر حال این 2 هفته و احتمالاً در آینده نزدیک ویدیویی نخواهم گذاشت و دلیلش هم واضحه. مسائل خیلی خیلی مهمتری از ماهیگیری و این چیزها هست که تمرکز هممون از جمله مایی که حتی خارج از کشوریم همونجا هست و امیدوارم که توی این روزا مراقب خودتون، خانواده‌تون، عزیزاتون باشید، خیلی مراقب هموطنای خودمون باشیم، خیلی هممون، و تو روزای بهتر و شرایط بهتری باز هم دیگر رو توی این کانال و شاید هم یه روزی حضوری ببینیم. مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.